میگه درختی غم در دلم کرده ریشه، به درگاه خداوند نالم همیشه. عزیزان قدر یکدیگر را بدانید که اجل سنگ است، آدم مثل شیشه. یه وقت ساعت 2 ساعت 3 زنگ میزنه که بیا که احمد مرد، اپد مرد، بیا که همون خواهری بیوت مرد که در خانت می اومد میز کلی برای کودکش مرد کمو. آب با میگو که دیگه دیر شید. خلاص شدیم همه دنیای بی وفا. ای دنیایی که در خانه اکه رفتم رو هم ندادم، خانه اپا رفتم رو هم ندادم، خانه دادر رفتم رو هم ندادم، همه تعلم زد، همه گو رستم تیخلی نه که من بیرم امروز بعد بشینه بالای سری ما گریه کنیم. من امروز بیرم و بعد قدری مرا بدونیم. رستمی که در کجا میگذشت نمیگفتمش سلامش نمیدونم. امروز از مای بختر میام فلانی یک کلاب مسکاز که جنازه میوید، ملائکه میاد دلی من رو میدونم که محبوبی من مرده برا جنازه شو بکن، دوستی من مرده بخیر برا. رستمی که یک دنیای چینه دیداری رسول خدا صلی الله علیه وسلم نگو 1500 سال پیش که میگه یه روزی شسته بودم حضرت جبرائیل آمد اینجا. جبرائیل قال یا رسول الله، جبرائیل آمد گفت ای رسول خدا احببت من شهید فانک میتون، هر کس دوست بداری دوست بدار که یه روزی او را میکشیم یا ترا میکشیم. امروز این رستم برده است. یا محمد گفت احببت من شهید فانک تفرقوا، ای محمد کسی را دوست میداری دوست بداری یه روز او را تایت جدا میکنیم یا او را جدا میکنیم. اکا و داداری کنیم، خیش تاوری کنیم، اپا و خواهری کنیم. اپا در خانه درآمد نزد و خنده قبولش کرد، با آونون قبولش که یه روز میره بینم خیلی رستم واری بالای سرش دیگه گیری و محکنی میکنی در کار نیست. امروز کسی بالای رستم گیری میکنه، رستم میگه گیری نکن، اون وقت خطی خسرو سلام میکردی بس بود. می درآمدم هم قاقا میگفتی بس بود، اما که میگفتی بس بود. امروز چی رو کردی محکنی میکنی؟ دیگه وقت قدر انسان در زندگیش بدانی. رسول خدا میگه یه روز جدا میکنی. مادری که امروز ترا نصیحت میکنه ناراحت میشه، یه روز میاری نیست دیوانش نگاه میکنی، رختی خوابش میکنی، روت میکنی داد میزنی که نیست. عزیز تا میگیره. عزیزا یک دیگه را قدرش بدونی، یک دیگه را بدونی که این قدری و این قدر عزیزان که وقتی که یا دنیا رفتن دیگه اگر گردی بخش بکنی دیگه رستم نمیبینی.